عزیزان ما در ستاد قاچاق کالا در واقع خوب اشاره کردن. در سال گذشته وقتی اومدن گفتن آقا ما 3 تا راه حل داریم: راه حل کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت. راه حل کوتاه مدت همین برخوردهای نظامی و انتظامی بود. راه حل میان مدت هم استفاده از تجهیزات جدید مثل رادار و ایکس ری و این قبیل دستگاه ها تا کمتر بقیه مرزنشینانی که درگیر اینن به اصطلاح شامل بازرسی ها و اون تحقیرها و در واقع اون فشارهای روحی بشن. خب اینم اقدام خوبی بوده، باید پیگیر بشه، واقعا پیگیر بشن مسئولان، دستگاه جدید بیاد تا تشخیص این موارد آسان‌تر باشه. منتها راه حل دراز مدتش که همون تأمین معیشت مرزنشینان بوده، متاسفانه در واقع این ترتیب رو ما باش موافق نبودیم. ما میگفتیم اول تأمین معیشت مرزنشینان و قطع ارتباط اونها با اون گردن کلفتا، بعد به اصطلاح همین تجهیزات و اینا که همزمان میشود خرید و در نهایت مرحله کوتاه مدت سختگیری ها و برخوردها اون موقع باید می اومد. خب حالا این ترتیب در هر حال عقب و جلو شد که یه بحثی است و بعد همینطور که اشاره کردید آقایان خودشون آمار دادن، گفتن که آقا 25% در واقع قاچاق از طریق این خرده پاها میاد و 75% از طریق بالاخره درست کردن مدارک و زد و بند و این هاست. ما سوالمون اینه اگر این است پس چرا 75% نیروها صرف اون 25% بشود و 25% نیروها صرف اون 70%، 75%؟ این هم یک انتقادی است که ما داشتیم. منتها حالا باید ببینیم که تو این 20 سال گذشته آیا اقدامات و سیاست هایی که دولت در مجموع در پیش گرفته در جهت تأمین معیشت مرزنشینان بوده یا در جهت تضییع معیشت مرزنشینان؟ من معتقدم که این دومیش درسته. حالا چند مورد رو خدمت شما عرض میکنم. مثلا مناطق آزاد رو ما ایجاد کردیم. قرار بود که مناطق آزاد بشن رقیب دبی و ابوظبی و از در واقع کالاهای ما رو از کشورهای اروپایی بیارن و صادرات ایجاد بکنن و یک نفعی برای مردم منطقه داشته باشن. مردم ما میگفتن وقتی مناطق آزاد مثلا بحثش بود ما خوشحال بودیم که داداش بزرگامون از تهران و شهرهای بزرگ میان اینجا رقیب دبی و ابوظبی میشن، یه چیزی هم گیر ما داداش کوچیکی وقت کنارشون گیرمون میامد. الان متوجه شدیم اینا رقیب اونا نشدن، نه زورشون نه عقلشون هیچ کدوم نرسید که رقیب دبی و ابوظبی و امارات بشن. اومدن شدن رقیب همین مردم مرزنشین بند. یعنی بازار دمپایی و زیر پیراهنی و شلوار و نمیدونم اتکلون و همین چیزایی که اینا در واقع قبلا از این طریق یه فروشی داشتن، یه معامله‌ای داشتن، از اینا گرفته شد. این یک. دو، کشتی‌های ترالر جنوبی هم میدونید یه بخش عمدهشون صیادن. دولت اومد با هدف این که ما کشتی‌های صید صنعتی بزرگ می‌خریم و می‌فرستیمشون در نمیدونم اقیانوس‌ها و آب‌های دور ماهیگیری می‌کنند و میاند و اینها، حدود 80-90 تا از این کشتی‌ها خریداری شد با دلار و با ارز و اینا. این کشتی هم متاسفانه به جایی که بروند در آب‌های دور صید بکنن، همشون اومدن در همین 20 مایلی ساحل خلیج فارس و دریای عمان شروع کردن به صیادی و تمام زیستگاه‌های این و میادین صید صیادان سنتی ما رو از بین بردن. بعد مردم وقتی دیدن این دوتا رفتن سراغ سیگار رو قاچاق کردن. سیگار هم دولت اومد داد به 10-15 نفر رو آزاد کرد و ولی 10-15 گروه و نفر و سازمان واردات سیگار رو انجام دادن. یعنی معیشت اینا از طریق سیگار هم از بین رفت. اومدن روی صادرات دام اول ممنوع بود. رفتیم تقاضا کردیم که آقا اینا کاری ندارن، بالاخره یه دامی صادر بکنن، گوسفند ما علاقه دارن اون طرفا. باز تا این گوسفند رو آزاد کردن، یه سری به جایی که بدن به همین مرزنشینا و گوسفند رو صادر بکنن، دوباره تعداد مجوز دادن به یه تعداد آدم. الان نه، اصلا این سمبل اساسی افراط و تفریط، نه به اونجور که میگفتن اصلا دام صادر نشه، نه حالایی که اصلا مجوز بی حد و حصر به کسانی که در کلان شهرها هستند و گله گله دارن دامچی صادر میکنن. خب اینم باز از دست مرزنشینان گرفته شد. اومدن رو برنج تنها چیزی بود که دولت
خودش هر سال 300 400 هزار تومان وزارت بازرگانی برنج داره وارد میکنه. خب برای چی وزارت بازرگانی برنج؟ همین برنج رو بده مرز شینان وارد بکنن. اگر تامین معیشت مرز شینان واقعا آقایان میگه ما میخوام برای پادگانا و برای دانشجوها و برای فلان، خب دولت چرا؟ شما که با تعرفه صفر وارد میکنی همینو بده مرز شینان، تعاونیاشون و خودشون و هرچی هست وارد بکنن، از این طریق یه درآمدی گیرشون بیاد که اینم چی انجام نشد. موارد بعدی فکر میکنم تا همینجا آقای معلمی کافی باشه که بفهمیم اونجا چه اتفاقی افتاد.